ادام انسانیت، آزادی و برابری یک کلیپ را صبح دیدم که شرافت پروانی میگه بخاطر که شیطان بازیش نتوان نفهم چی. ببینین اما قدر وقت که این مرد جدا است از خانمش هم از شوهر خود امرای طفلای خرد زیر دست پای طالب در افغانستان تناست. پس او چی بکنه؟ ببینید ما چرا همیشه نرگری را، بد اخلاقی را، بی‌تربیگی، مرد سالاری را یک نام دیگه سرش میمانیم که کارم پاک معلوم شود. لعنت به او کسی که این یک خاین را میگیره و زندگی کس دیگر را خراب میکنه. و اصلا از وقتی که من خواندن رودکی رو شنیدم فکر کردم که ما یک هنرمند مرد دیگه هم داریم فعلا، اما نر در جایی که باشه آوازخوان نر میمونه، این جای تغییرش نمیده. حداقل از بانو کریمی من توقع نداشتم که روی یک کس ماچ کنه. این صورت بر سیلی زدن از بر ماچ کردن نه. دیگه خواندن شرافت پروانی رو نمیشنویم، دیگه در کنسرتش نمیریم. تشکر.